خب مرده که با زن شوهردار همخوابگی میکند ولی نمیداند که او شوهر دارد، حال این مرد چی میشود در قیامت؟ یعنی خب گویم زنی مرد یعنی یک مرد با زن شوهردار همخوابه می شود، آیا حکمی در شریعت چی است؟ در کتاب آمده است که من زن بامرأة كانت متزوجة كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الامه. برادر عزیز، اینجا آمد یک حدیثی که هر یک مردی که اگر زن دارد یا هر یک مردی که با زن شوهردار زنا میکند، خدای مهربان در خانه قبرش برای این عذاب علاهیده دارد. میدونید چه عذاب است؟ میگه چه مقدار پیامبر امت دارد. این اگه امروز اگر به شرط گوییم امت پیامبرمون اگر در روی عالم 2 میلیارد باشد، میگن نصف عذاب امت پیامبر بر نفر میرسد که او با زن شوهردار وقتی زنا میکنه. نصف عذاب امت. باز در سوال جواب پیشتر من در این باب برای شما گفته بودم، باز میگویم که این کارها خیلی زیاد شدن. احتیاط کنین، از خدا بترسید.